امروز 15 فوریه سال 2025 من در شهر همدان میدان امام خمینی. من اینه بینید این میدان آدم ها زیاد امروز روز افتابی دور زده ایستادند. من ساعت به وقت اینجا ساعتش چطوری است؟ 20 دقیقه به 3 20 کم 3 بعد از 2:40 یعنی این خیابان ابو علی ابن سینا قریب حدود 1.5 کیلومتر هست. اینجا ماشین نمیگردد، فقط پیاده‌گردها رفت و آمد میکنند. بالاتر اونجا مقبره ابو علی ابن سینا. من شناس شوید، هر کسی که میخواهد به همدان بیارد به زیارت از نزدیکتر این جاهای بینید. این یک طرز طبابت است. هر یک انسان میتواند در این دنیا که اومد باید یک جای بیند، تماشا کند، از خودش یک نام نیک، یک بهترین چیز باقی گذارد. اینه بینید یک طرف برف، داخلی برف گلها، اینا بعد 2 روز آب میشد و همون بهار. انسان هم همین، عمر انسان هم بهار، تابستان، زمستان، من همچون 4 فصل سال عمر انسان هم میگذارد. سلامت باشید. برنامه که دکتر طاهری ساخته است یعنی که 150 سال عمر دیدن است. برای این چی درکار است؟ آموزش. اگر هر چقدر شما خودتان رو احتیاط کنید، هر خیل غذاها را نخورید، حتما عمر دراز میبینید، بیمار نمیشید. سلامت باشید.